سلام، این دفعه هم همراهتون هستیم با یه نقد دیگه از فیلمی دیگه، اما این بار می‌خوایم آثار نولان رو با هم شروع کنیم به نقد کردن با اولین فیلم نولان به اسم فالوینگ یا دنبال کردن میشه در دو حالت در نظرش گرفت. دنبال کردن یه هدف یا یه موضوع خاص یا دنبال کردن افراد خاص. می‌خوایم از هر دو زاویه بررسیش کنیم. اما قبلش ببینید نولان رو با هم مرور کنیم به عنوان فرد خیلی تاثیرگذار، چون فیلم‌هایی که می‌سازن این برادر خیلی به نظر من جذاب حقیقتاً. حالا اگر بخوایم به عنوان خیلی قوی بودن نولان صحبت کنیم، بیایم اولین اثرش رو یه مرور کنیم. نولان این فیلم رو به عنوان اولین فیلم جوری ساخته که با بودجه خیلی کمی بوده و چون بودجه کمی داشته سعی کرده با بودجه کم خیلی کار قوی داشته باشه. بازیگرای فیلم خیلی کمن و تعداد بازیگر جوریه که حتی پلیس داخل فیلم عموی نولانه. لوکیشن‌های خیلی کم. لوکیشن‌های داخل فیلم خونه بزرگی که وجود داره خونه پدری نولانه و اون آپارتمان کوچیکی که وجود داره آپارتمان نقش اول فیلمه. خیلی جذابه که بتونیم با کوچکترین چیزها ولی یه حرکت به فیلم قوی بسازیم. حقیقتا من خیلی خوشم اومد از این کارش و یاد یه سریال خیلی معروف و قدیمی کره‌ای که سالها توی دوران کودکی ما و حالا نوجوانیمون پخش میشد و ما با اون خیلی خاطره داریم و همه خیلی کلیشه‌ای بهش نگاه میکنن، اما یه نکته خیلی مهم روانشناسی توش داره افتادم: پشتکار و تلاش. یانگوم، سریال یانگوم خیلی تاثیرگذار بود از این جهت که این دختر خیلی پرتلاش و سخت کوش بود برای رسیدن به هدفش. یه نکته خیلی جالبش اینجاست که توی روانشناسی ما میگیم یه رابطه مضربی وجود داره بین استعداد و توانایی‌هایی که ذاتی هستن و استعداد و توانایی‌هایی که اکتسابی هستن. حالا منظورم چیه؟ منظورم اینه که اون چیزی که اکتسابیه مثل کوشش و تلاشه، اما اون چیزی که ذاتیه میشه هوش و استعدادی که توی فرد وجود داره و اینها با هم خاصیت مضربی دارن برای اینکه به موفقیت برسن. یعنی اگر هر کدوم از اینها صفر باشه، یعنی اگر شما تلاش و کوششت 100 باشه و استعداد و هوشت صفر باشه، قطعا نتیجه نخواهی داشت. یعنی فردی که کنسن یا ناتوانی ذهنی در واقع میگیم بهتر گفتشه داشته باشه هیچ موفقیت خاصی حاصلش نمیشه. اما اگر که شما یه هوش خیلی نسبی 10-20 یه چیز خیلی کمی داشته باشی و تلاش 100% پشتش باشه، شما به موفقیت 100% میرسید. و بالعکسش اگر شما هوش استعداد 100% داشته باشید ولی هیچ تلاشی برای نشون دادنش در جهت نشون دادن به کسی نداشته باشید که متوجه این استعداد شما بشن، باز هم نتیجه موفقی ندارید و صفره. مثل کسایی که تو مناطق محروم زندگی میکنن یا حالا بعضی جاها به خانوم‌ها خیلی اجحاف میشه و از توانمندی‌ها و استعداد اونها استفاده نمیشه چون خانومن، شامل این مورد میشن. پس این که شما شاید اصلا نیازی نیست هوش و استعداد خیلی بالایی داشته باشید. شما اگر هوش و استعداد نسبی داشته باشید اما تلاش و پشتکاری که پشتش 100 باشه 90 باشه، نتیجه خیلی خوبی میگیریم. حالا از این بیایم بیرون مثل کشور ژاپن که خب قطعا میدونید که خیلی کشور خاصی در این زمینه. میخوام وارد فیلم شم، میخوام فیلمو اینجوری بررسی کنم بگم که این فالوینگی که دنبال توی فیلم وجود داشت، این دنبال کردنه به جهت آگاهی و شناخت بود. به نظرم من میخوام با یه حدیث از پیامبر شروعش کنم. میگه که من عرف نفسه عرف ربه، یعنی کسی که خودش رو بشناسه خدای خودش رو هم شناخته، یعنی از خودشناسی به خداشناسی رسیده. خیلی جذابه از این جهت که ما تو وجودمون یه فطرتی وجود داره که این فطرت و اون ذات درونی ما دنبال آگاهی، دنبال کشف، دنبال بیداریه و میخواد برسه به این که چه خبره تو این دنیا، چه خبره، ما اینجا چیکار میکنیم، از کجا اومدیم، اینجا کجا و به کجا میخوایم بریم. و همه اینا سوالات تمام بشریت بوده از ازل و تا به ابد هم وجود خواهد داشت. اما جواب این سوال رو تنها کسایی میتونن بهش برسن که اون فطرتشون بیدار شده باشه. شاید به نوعی داخل وجود همه افراد بوده. همه افراد این مسیر بلند رو تا یه مرحله طی کردن و بعضیا اصلا انقدر بیخن حتی طی هم نکردن. میخوام بگم که این فطرت در واقع همه افراد رو وادار میکنه که تمایل به سمت کشف داشته باشن. توی فیلم هم به نظرم میاد که و این تمایل از کمبوده میاد، یه چیزی احساس کمبودی وجود داره، یا اینکه افراد احساس دچار یک نواختی شدن دارن یا احساس میکنن همه چیز اون چیزی که دلشون میخواد و باید باشه نیستش و سعی میکنن برن جلو و پیدا کنن اون چیزهایی رو که ذهنشون و وجودشون و اون فطرتشون رو درگیر کرده. فالوینگ شاید این دنبال کردن رو هم معنی بده. این فالوینگ ها به چه نتیجه خواهد رسید؟ یه جمله خیلی جذابی خونده بودم، گفتن جهنم واقعی
واقعی اونجاییه که آخرین روز زندگیت باشه و یا حتی قیامت و تو با فردی روبرو میشی که بهترین ورژن از تو بوده و تو در دنیا میتونستی اون باشی و نشدی و اون حسرتی که میخوری جهنم برای تو هستش. خیلی جذابه. یعنی میخواد بگه این توانایی‌ها و قابلیتایی که تو وجود همه ما هست و میتونیم به جایی برسیم که حتی تصورش هم نمی‌کنیم و شاید در اون روز آخر متوجه شیم و چقدر عالی میشه که الان بهش برسیم و بدونیم به کجا میتونیم برسیم و داریم جلوشو میگیریم. تلاشمون کمه، اون پشتکارمون کمه، اون چیزی که تو وجود ما دلش میخواد به اون آگاهی و بیداریه برسه، اون فطرت ما میخواد بیدار شه، نباید جلوشو بگیریم. حالا توی فیلم کاپ و بیل به نظر میاد دنبال همین کشف و شهودن، دارن میگردن اما دارن مسیر اشتباهی میرن. چرا؟ چون به جایی که دنبال توی خودشون و تو وجود خودشون دنبالش بگردن، دارن توی خونه‌های افراد و توی بین دیگران دنبالش میگردن. مسیر اشتباهه. درسته که این میل وجودیشون بیدار شده، دنبالش دارن میکنن که پیدا کنن، ولی این پیدا کردن مسیر اشتباهه. مسیر رو دارن توی زندگی ها و توی افراد دیگه پیدا میکنن و باید در خوب خودشون برگردن. باید درونی باشه. توی کلیپ‌های قبلی گفته بودم مذهب دو صورته. آلپورت میگفت درونی و بیرونی و مذهبی پایداره و ماندگار و اثرگذاری که درونی باشه نه بیرونی. اینجا هم همینطوره. اون تغییری مهمه که درونی باشه نه بیرونی. حتی میگن اگه تغییر میخواد اتفاق بیفته درونی باشه خیلی اهمیتش و تاثیرش بیشتره. چرا؟ چون من اگر خودم رو تغییر بدم دارم افکارم رو تغییر میدم و اگه من افکارم تغییر پیدا کنم میتونم همه اطرافیانم و دنیا رو جور دیگه‌ای ببینم تا اینکه تلاش کنم همه دنیا رو عوض کنم. آیا من میتونم به تنهایی یک فرد تنها بدون هیچ امکاناتی کل دنیا رو عوض کنم؟ اصلا هر به امکانات رو به من بدن. آیا من میتونم همه افراد رو عوض کنم؟ نکته مهم دیگه که وجود داره اینه که این نکته مهم به ما میگه که توی فیلم گفتن دیده شدن بعد از ازدواج وجود، یعنی ما ازدواج کنیم که دیده شه، اما حقیقت اینه که این دیده شدن به چشم مردمه و درست نیست. از اونجایی میگیم درست نیست که برای اثبات این حرفمون مدعامون اینه که افراد مشهور و معروف با مشهوریت و یا حتی محبوبیتشون به مقبولیتی که مورد نظرشون بوده نرسیدن، یعنی اون احساس آرامش و مقبولیت رو نداشتن. چرا؟ چون خیلیشون دست به خودکشی زدن. پس این محبوبیت و مقبولیتی که به چشم مردم باشه مورد پسند نیست، مورد آرامش خاطر نیست و اون چیزی اهمیت داره که به چشم خدا بیاد. برای مثال بزرگ ما امام حسین کسی بودی که تک تک اعضای خانواده‌اش که بسیار هر فرد خانواده برای همه ما به شدت اهمیت داره و حالا امام حسین تک تک اونها رو در راه خدا و اسلام برای دیده شدن برای خدا فدا کرده. نکته مهم دیگه که میخوام برای آخرین نکته بگم کاشتن فکر توی ذهن شخص دیگه هستش. من وقتی میخوام یه چیزی رو تو فکر ذهن شما بکارم میتونم اون رو به صورت مستقیم انجام بدم که تو تبلیغات استفاده میشه، مثل همین چیزی که من الان با شما صحبت میکنم. هر این چیزی که من میگم توی زمیر خودآگاه شما تاثیر میذاره به صورت مستقیمه. اما اون چیزی که به صورت ناخودآگاه هستش من میام از کتاب و عناوین اینجا استفاده میکنم و اون عنوان هایی که میخوام دقیقاً تو ذهن شما کاشته بشه این پشت استفاده میکنم یا حتی یه مانیتور اینجا ایجاد میکنم که مباحثی که از اینجا عبور میکنه همون چیزی باشه که من میخوام به صورت ناخودآگاه و غیر مستقیم توی ناخودآگاه شما بکارم. این میشه کاشتن فکر توی ذهن فرد دیگه.